بریم واسه خرید ماهی و سبزی تازه. خب آمدیم بعد از دکان واسه خرید ماهی تازه. ماهی رو همونجا پاک کردم واسمون، بعدش رفتیم کورتگوی سبزی تازه خریدیم. آمدیم خانه، اول ماهی رو شستیم، آبش که رفتش رفتیم سراغ سبزی رو تمیز کنیم. خب سبزی ها دارن میشورن. نوع سبزی ها رو توی کپشن بدون گفتم هر چه سبزی استفاده کردیم توی این غذا. خب برنج هم داریم میشوریم، شکمپو رو به برنجش. آب سبزی که رفته سبزی رو حسابی ساتوریش میکنیم که ریز ریز بشه. گردوها له میکنیم در حدی که موقع خوردنش مزهش زیر دندانمون بیاد. یه پیاز متوسط هم میگیریم خوردش میکنیم، ترشی و ادویجات هم بهش اضافه میکنیم. فقط یادمون باشه که سبزیامون آب نیفته. ماهی که آبش رفتش رو داخلش سبزیامون رو میریزیم. حالا با نخ میدوزیمش که موقع سرخ شدن موادش بیرون نریزه. داخل ماهی تابه رو روغن میریزیم. روغنش که حسابی داغ شدش ماهی رو میذاریم داخلش. از اونجایی که زردچوبه رو فراموش کرده بودم بریزن الان بهش اضافه کردم. شعله رو زیاد میکنیم که دو طرف ماهی حسابی سرخ بشه و خوشمزه بشه. بعدم زیر شعله‌اش رو کم میکنیم که مغز پخت بشه. اینم از ماهی شکمپور مستر مصطفی.